شکر خدا که از فرودگاه شهر توشکند و فرودگاه شهر دهلی پایتخت هندوستان سوق و سلامت فرود آمدیم. سلام علیکم. نبخشید تا قربالا را نمیره. کاروان 2 نفر. برمتکی. شهر جایپور بینندگان عزیز. چون این سه چرخ ها ریکشا نام دارند. زرزا جملومه هنر салом бародарон ва дӯстдорони шабакаи олами синамо. агар шумо хоҳиши гузаштани границаҳоро дошта бошед, марҳамат компанияи калиҷон барои шумо. агар документҳои шумо ягон мушкилӣ дошта бошанд, онҳо ба шумо кӯмак мерасонанд. дар роҳ бошад, гаиҳоро худашон ҳал мекунад. марҳамат дӯстон, номерош дар описиониям ҳаст. бигирен занг занед. бародари худияд. ما کلاس رو دویم دستگیر میکنیم. دستگیر کردن او آسان است. نامناسبش رو هم میدونیم، اما جنگاور رو چی؟ او رو تماما ما نمیدونیم. چخیل دستگیر میکنیم؟ کمی کلات رو کار فرما. کلاس رو دستگیر کنیم، جنگاور رو هم دستگیر میکنیم. این چخیل میشه سردارم؟ آخر اونها همکار نیستند، همکارند. هر وقتی که کلاس رو دستگیر کنیم، جنگاور اومده نجاتش میدهد. علی همکارند. درست سردارم، راست گفتی. جنگاور چرا خلاص میکند؟ این رو نفهمیدم. یعنی کسی است که مرا خوب میشناده، هیچ چیز رو نفهمیدم. ای خدایا، من چی جنگاور گفته شیشتم، به این هم سرم تگی بلاست. سمی رو از دست دادم، اونال از پسم. اوف، از جنگاور با من چی هم؟ جمع شوید. استاد، شما پروا نکنید. کمیسر اونال بیگناه بودن شما را حتما باور میکند. با خدا هجری، اگر باور کند هم چی می شود؟ او یگان راهی مییابد که از پس من شود. او همیشه یک آدم یک رو است. اطراف رو احاطه کنید. زود باشید. گذر لوین. یا لوین، در رو که کشودیم در حال هجوم میکنی، فهمیدی؟ بخیر باشد. در این ساعت کیست؟ نمیدونم استاد. شاید سنم و زهرا باز برای دستگیر کردن ما آمدن. من رفته بینم استاد. هجری؟ اکی اونال؟ اونال گفت؟ این از کجا برآمده؟ خبری مواد مخدر شد. کافتکاب میکنیم. چی خیلی مواد مخدر اکی اونال؟ ناممکن است این، از برای خدا. پسرم خبر دادن، چیکار کنیم؟ یعنی کافتکاب کردن لازم. دستت رو پایان کن. اکی اونال، من با مواد مخدر چیکار دارم؟ توبه، استغفرالله. سردارم، این داملا هجری است. در خانه هجری مواد مخدر چیکار میکنند؟ در خانه هجری تسبیح است، جای نماز است، تاقی است، آفتاب است. مواد مخدر تهمت بی اساس است رفیق سردارم. لوین، ما همه رو میدونیم، خانه هجری رو هم میدونیم. چیکار کنیم؟ خبر اومد، گفتن لازم. هجری معذرت میخوایم. مایلش اکی اونال کی خبر داده بوده است؟ فهمیده میتوانم. این خیلی میشود هجری؟ میشود مگر؟ یعنی با تو گفته نمیتوانم. هم خبر دادگی رو نمیشناسیم. حاضر با اجازت گفتن لازم. شدی چه؟ دمی بلا پسیدگه. برم را پوف کن. کی این خیلی خبری دروغ داده باشد؟ یا خدای مهربانم. ایوه، استادم زیاد رو دستگیر میکنه.
لبن ها آشپزخانه رو بین. گپ نیست کلونر. چی شد؟ محسن را دستگیر کردن؟ پلیس ها در درون مواد رو جستجو دارند. کمتر پس دستگیر میکنند او رو. در خانه نیست. اکیونال چه خیلی مواد مخدر. معلوم است که کسی شما رو فریب داده است. در آشخانه هم نیست. بیاریم در پیش هجری شرمنده شدیم. حالا است همه جا رو ندیدیم. و هجری بخشش پسرم، ما آدمی قانونی هستیم. همه خبرهایی که داده می شود باید تدقیق کنیم. چرا حالا همین آدم دستگیر نشد؟ و کجا گذاشتین کلته مواد را؟ در آبگیرک حاجتخانه گذاشته بودیم سردار. پروانه کن، حاضر مواد را مییابند. به خدا همه جای در کاری رو دیدیم سردارم. نوی حاجتخانه کسی برآمده است که در آمده نمیشود. در یگان جای نیست. نه آخر اونجا را نمیکابیم. اونجا محرم این بچه است. هجری حمام در کجاست؟ کنی بیا حمام رو ببینیم. ای بای حمام دیدن اکا. چی میگویی؟ هیچی نمیگم اکا. اونل پیش بدرو بریم حمام ببینیم. هونال بالا هستی مگر به کجایی که روم رو برایم میبرایی؟ رفته میبینیم. گپ نیست پیش بدرو. شکر خدا که دری تخخانه رو نیافتند. استادم زیاد در حمام است. همه جا رو خوب نگاه کن لبن، شاید اینجا باشد. مایلش سردارم. این بچه نو از حمام برآمده باشد. نیست. در اگان جا نیست سردارم. تنها جایی که ندیدیم و یا ظرف آبگیری حاجتخانه است. اگر مواد باشد انیق همینجاست لبن. سردارم همینجا را ببینه بعد بیا بریم که در پیش هجری خدمت بسیار بد حس کرده استم. هجری اگر مواد باشد انیق اینجاست. دیدنم لازم. بخشش برادر. نیست. ما را ببخش هجری. لونت میبرایم. ها هجری
در جیوانت پخته پودر تازه کنی دیدم. چی گپ است؟ سنم فراموش کرده است. سردارم دیگر چیزی را که یافتی پرسیدن نگی. رفتم لوین. دمولو احتیاط کنه. استادم در کجا باشده؟ یا خدایا. پلیس ها در اطراف خانه هجری چیکار میکنند؟ غیر امکان است یا اینکه هجری را چیزی شده است؟ هجری بخشش تو رو ناراحت کرده، همه جا رو به ترتیب کردیم، اما یعنی استغفرالله کیونال. سردارم من گفته بودم که این خبر دروغ است. چه خیلی دروغه؟ در خانه هجری احتمال پیدا کردن مواد مخدر مثل زمین گرد آفتاب تاب میخورد گفته گپی بی اساس است. چی میگوی تو؟ دیوانه. البته که زمین در گرد آفتاب چرخ میزند. بخشش سردارم شما هم خوب میدونید، چون که زمین و دیگر سیاره ها تنها در گرد آفتاب تاب نمیخورند، در گرد سیستم آفتابی چرخ میزنند. برادر عزیزم خب کن ستاره شناس. اکیونال، اکی لوینت راست میگوید. با خدا؟ هجری دیدیم همین خوشبرود همین خمه فهمانم با مرا دروغو میبنارم. یک چیز رو دانسته وای من نکن اینجا. خیر تمام خیز میرویم. هجری تو مهمانی داشتی؟ ما او رو ندیدیم کو؟ داشتم اکیونال داشتم، اما یک کاری مهم برآمد خسته رفت. یا خدایا، معلوم که کاری مهم برآمده است نمیبینی؟ چویش رو نصف گذاشته رفته است بیچاره. بسیار کاری مهم داشت اکیونال. سردارم هجری رو سختی بد نگیرین، نمیفهمید مگر وای خانم سنم هست کو؟ آن مسئله تمام شد برادر، شد. میلش خیر هجری بخیر باشد. شما بخیر. باش شو هجری. زهرا گزنه زیبا، تو در اینجا چی کار میکنی؟ غیر امکان است برای دستگیر کردن زیو اومدن. سردار دخترتون به خانه معظم می رود. بگذار رود. در آمده بیند. در آمده با چشمان خودش دستگیر شدن معظم را بیند. در اصل شما چی کار میکنید در خانه هجریت نه؟ دخترم من پلیس هستم، خبری مواد مخدر رو گرفته آمدیم. چی؟ خبری مواد مخدر؟ بله. مواد مخدر؟ چه خیلی مواد مخدر؟ هجری اینها چی میگویند؟ خانم سنم جان با ما خبری مواد مخدر دادن، ما فیق خانان آمدیم دیدیم میرویم، یعنی خبر بی اساس بوده است. بخشش کی خبر داده بوده است؟ چرا آخر؟ چرا حالا هم دستگیر شدن معظم را نمیبینم؟ چرا؟ کمی صبر کنید سردار. نفری که با ما خبر بی اساس داده ما رو اینجا سرگردان کرده است، در کوتاه‌ترین مدت دستگیر کرده زیر قانون تسلیم میکنیم. پروا نکنید خانم سنم. شیرینم خوب به همه خیل نه؟ خوب مایده چم. مایده چش چیست؟ مایده چم گفت. کجای مایده چم؟ زهرا تو حالا هم به من جواب ندادی عزیزم. تو اینجا چی کار میکنی؟ یزنا یا خودو یا باز چی کار میکردم برای دیدن سنم اومدم. با سنم؟ دخترم اینجا خانه هجریز، خانه سنم نیست. یا اینکه تو برای دیدن کس اینجا آمدی؟ یزنا بخششم من باز با کی واخورده میتوانم که عجبا؟ با خدا نمیدونم دیگر. سردارم در حمام کسی هست. پسرم ما آنجا رو دیده بودیم که کسی نبود. کنی بردار کلتکله است. یا اینکه او دستگیر شده است. چی؟ هجری در حمام کسی هست؟
نه کسی نیست. خدا رحمت کند. تلفن. ما باز یک بار دیگر اونجا رو میبینیم. نه نبینید اکیونال، آخر کسی نیست. باشد، ولی بار دیگر میبینیم. بیا لوینت. بخشش در همون هیچ کس نبود که سردارم موقعی که برای سوراخی حاجتخانه در آمده. خدا لعنت کند. رو خیر رو گم شو. سردارم این تلفن هجری بوده است که کسی نیست، رفتیم. کنی با من ده؟ سمی هست؟ سمی چرا به هجری زنگ میزند؟ سردارم شاید یگون سمی دیگر باشد. هم سمی ما رفیق هجری نیست، ممکن یگون سمی دیگر باشد. ما از کجا میدونیم؟ چی میگویی؟ تنها نام موافقت میکند. این سمی ماست. این مرد در دنیا هزار سمی یوسف است، ممکن همون سمی یوسفی حافظ باشد. هجری زیا باز در همون است چی؟ نه غیر امکان است. شاید باشد. نباشد. شما اینجا استید؟ من رفتم میبینم. مایلاش هجری سمی زنگ میزند. سنم اینقدر زیا رو دستگیر کردن، من چی کار میکنم؟ از پشت دوست داشتت به هجری چیزی شود، انا اون وقت فکر کن که چی کار بکنی. زورو سنم من در فکری چی هستم و تو در فکری چی هستی؟ در فکری هجری هستم. دوست داشته تو دیگر جای نیفته است که اومده در خونه هجری میستده؟ جواب ده هجری. سمی به تو زنگ میزند. الو کلتکلاس، با تو یک تکلیف دارم. من با تو بعد زنگ میزنم جورا جان. الو تو کی هستی؟ آوازت نمیاید. موج نیست، موج گم شد. تمام. الو کی بودین؟ بعضا در همون موج گم میشود، یعنی زنگ میزنن اما صدا نمی آید. درست سردارم، اگه من در همون من هم موج گم میشود. راست سیگنال نیست. میدونم از من هم خیلی است. یا خدایا. یا خدایا. خیر میلش در همون کسی نیست. خیر ما میرویم. به همتون شبی خوش. و شما هم شبی خوش. زهرا من وعدت رو فراموش نکن. کلتکلت رو که دیدی به ما خبر میدی. میلش اسم رفتیم لوینت. تو بازی دختر، تو بازی شیریچه، تو بازی مایدچه. مایدچه چرا تا حال دستگیر نکردن این آدم را؟ چرا؟ کمی دیگر صبر سردار. صبر گفتی؟ صبر تا کی صبر کنم؟ آخر یک کاری درست کنید. اکیونال در امان خدا. تشکر. برآمد سردار. چرا این آدم را دستگیر نکردن؟ چی شده باشد؟ من هم هیچ چیز رو نفهمیدم و فکرم این مؤذن بسیار زیرک است. پیش از پلیس آمدن در آمده مواد رو یافته است. آخر مواد رو که شما در حاجتخانه گذاشتید چه این آدم یافته است؟ او را چه یافته است؟ چه آدم است شما؟ من از شما میپرسم، از شما. چیزی نموده بود که دستگیر میشدم. کی موادی مخدر گذاشته است اینجا؟ آنها موادی مخدر گفتند. در خانه این بچه موادی مخدر از کجاست؟
بر عقلتان لعنت. خوب ولی این کارو کی کرده است؟ این بچه را روی راست تهمت دارن. خدا لعنت کند. بیایید تست رویم، پلیس ما را نبینند. این کار اینکه نمیشود. یگان چیزی دیگر فکر کردن لازم. رفتیم از اینجا، رفتیم. فریدون به خانه یگان کس در آمد یا بر آمد؟ سردارم هیچ کس نبر آمد. خب به ماشین آشینه. نبین هجری اونها رفتند. هجری بیا بشین. هجری جان زیادر کجاست؟ خانم زهرا تا اومدن یکیونال و پلیسا ما با استادم چای می نوشیدیم. بعد استادم غیب زد. چه خیلی غیب زد او؟ از راستی استادم در کجاست نمیدونم. یا خدایا با تخانه در آمده باشد. کمتر پیش تلفنی کی بود که صدا میداد؟ تلفنی استادم بود. در همان فراموش کرده است. اگر تلفنش را در همان فراموش کرده باشد باید در همین نزدیکی ها باشد. هنر لعنتی راو خیر راو دفشا. زیا در کجا هستی تو زیا؟ زیا زهرا؟ زهرا تو اینجا چی کار میکنی؟ اصلا تو چی کار میکنی در این حمام؟ ایست اوف. هجری فکری بد نکن پسرم. اگر به اینها آشکار کنم که ترسیدم مرا میکشن. آه به این دختریم من در اینجا چیکار میکنم؟ همهش از پشت کمال سیاه شد. در باغچه پلیگان آماده کرده. سلاح رو به دستم داد. بین به سرم چی اومد. اوف. بچه زیبا تو چه خیل به اینجا افتیدی؟ راحت رو فراموش کردی مگر؟ تو با کی بچه زیبا گفتی ها؟ ابله. تو کی رو ابله میگویی ها؟ زبانت رو میبرم. حاضر تو رو میکشم. التماس جناب پلیس اجازه دید رو ببینم. تنها میخوام بینم که او خوب است یا نه. تا هم گپ را دراز کردی. گفتم که ممکن نیست. اکنون من چیکار میکنم؟ همش از پشت من شد. اوه ملیس اوه. آخر ملیس با این خیلی آدم ها چه خیلی یک جا هم ایستاده باشد. تو را میکشم تو را. اگه این کارو نکن دستت رو با خون آلوده نکنه. رهایم کنید. چی بودنی ابله را به اون نشان میدهم. زبانش را میبرم. رها کن میبینی کی زبانی کی را میبریده است. التماس رها نکنید. آخر چرا من آن پالیگون رو تیار کردم؟ همش از پشت من. کمیسر اونال من ملیس رو در حال دیدنم لازم. کدام ملیس؟ وای جسور پسری تقوی ملیس است که او رو. ممکن نیست برادر. ممکن نیست. خیش و اقربایش نباشه چرا میبینی او را؟ اما من حتما او رو باید بینم کمیسرم. ممکن نیست. نمیشود. نباشد مرا هم محکم کنه. تو بیمار هستی ها؟ آدمی بیگناه را چرا محکم کنم؟ پسرم خودم بسیار عصبی هستم. باز قهرم را از تو نگیرم. روا گیر کمیسرم گیر. بین مرو اگر اونجا محکم کنی میبینی که عصب‌هایت آرام شدم. باورت نمیآید. سردارم اینم رنگ پدرش دیوانه بوده است. اگر این هم بسیار خواهد میتونه او را محکم کنی. پسرم تو دیوانه هستی ها؟ آدمی بیگناه را چرا محکم کنم؟ اکمال خود چه میفرعی بی من چی؟ حاضر خواستمشون نشان میدیم. رفته
مرا فرقت قصاب میگویند. آدم را کشته در درون پوستش که پر میکنم. هی لای مرا هم عدنانی جسور میگویند. قفارم کنی رو قفا گفتم. میدانید که همت را یک میده میکنم. چی؟ عدنانی جسور گفتی؟ سلام برادر. چی گپ است اینجا؟ چی گپ؟ جنایت کردم کمیسر. مصطفی این را به درون ببر. اطاعت سردارم. تست بشترو. عجایباتن دیونا شرمی مردم. جانی من در کجاست؟ آره نام شگیرتیم اومد. دخترم کجاست؟ یعنی جنم در کجاست؟ پگاه صبح آزاد میکنیم، پروا نکن. سلاحی که داشت رخصتنامه داشته است. نمیفهمم اونال. تو جنی من رو با کدام گناهش محکم کرده ای؟ زود او رو آزاد کن. پگاه آزاد بشود. برویم. رفتیم خانم تولین بفرمایید. با تورش خشو تبار هستیم ها؟ انا ایناش رو که تماما دوست نمیدارم. افتش رو بین بابله مانند است. رفتیم سلطانه. دیوونه را دیدی اکونل 3-4 سال یافته طولی دمش سر نمیته. استخوان‌های که فرخ در گور سوخته ایستاده است. اکا عدنان بگو جانی اکا. ما خطا کردیم، تو نکن. عدنان جسور بودنت رو نمیدونستیم، ما رو جزا نده. کنی گپ را دراز نکن، دستم رو ببوس. شنیدم که عدنانی جسور آدمای بابای قادر رو بسیار زده است. آنقدر تیرپران ماهر است که پشه را از پس در قناتش میپراند. زود کشو. عدنان برادر، اینها تو را کوری نکردند نمیخیلی؟ مرا عدنانی جسور میگویند که مرا کوری کرده میتواند ها؟ بیا مان عدنان برادرم، حاضر وقتی همین است ها؟ اکا عدنان بگو جانی اکا. این بادرینگ تو را ناراحت میکند، جزایش را دیم چی؟ اکا عدنان گفتی؟ چی گپ است اینجا؟ با آداب باش، بی آدابی نکن در نزد اکا عدنان. از پشت تو به اینجا افتیدم، حاضر میبینی جزایش را دهید. عدنان؟ ای جسور چیکار میکنی ها؟ دف شوید از اینجا مگر شما همین قدر زورید. چی گفت اینجا؟ جدا شود برادر، جدا شود، جمع نکنید. یک بردیم. حیف با تو عدنان برادر. من از ترسیم که با تو چیزی نشود گفته جنایت کرده به اینجا اومدم. تو باشی به این آدم ها میگویی که مرا تو کوب کنند، حالا تویست. به خاطری من جنایت کرده به اینجا آمده است. آبا جوان مرد بوده است یا اینکه میلیس بودنم را فهمیده است. اینی از کجا میفهمد؟ وای ای بس کمال برادر، آخر من باوری داشتم که تو آنها رو میزنی. گفتم کمی خورسندی کنیم، چی شد؟ وای من نکن. ای تو این رو یک سو گذارو، این آدم ها رو چه خیل فریب دادی؟ ای آشنا، آخر مرا بیهوده عدنانی جسور نمیگوید. نامم را شنوند در زیر پایم میافتند. این دختر در این نقش خوب تجربه دار شده است. این گپ ها رو مانو، بیا برای من زیق شدم. باور کن عدنان، از اینجا برآمدن کاری آسان نیست. استفاده بردن سلاح بی اجازه کمی کم 5 سال است. 5. چی؟ 5 سال؟ سلاحی به رخصت؟ برادر تو چی کار کردی؟ و من سلاحی به رخصت داده بودی؟ با خدا برادر، من با تو 5 سال نه، اگر لازم شود 50 سال در یک حجره میشینم، اما تو رو نمیدونم. خیر
رحمت هجری. استغفرالله استاد. салом бародарон ва дӯстдорони шабакаи олами синамо. агар шумо хоҳиши гузаштани границаҳоро дошта бошед, марҳамат компанияи акаи солеҳ барои шумо. агар документҳои шумо ягон мушкилӣ дошта бошанд, онҳо ба шумо кӯмак мерасонанд. дар роҳ бошад, гаёҳоро худашон ҳал мекунад. марҳамат дӯстон, номерош дар описиониям ҳаст. бигирен занг занед. бародари худие. هجری با تو چی کار دارد وای؟ بخیر است؟ استاد نفهمیدم. چی میدونم؟ در ظرف آبگیری حاجتخانه‌ات مواد مخدر بود. گپ را فهمیده مواد مخدر را نصب کردم. چی؟ مواد مخدر؟ استاد من رو خبری به اساس فکر کردم. در حقیقت مواد مخدر بود است اینجا. باور کن هجری، کسی تو را به حبس کشیدنی است. باز با جرمی سنگین. کی باشد وای؟ دیگر کی می شود؟ پدری سنم است. او میخواهد که مرا از سنم جدا کند. نمیدانم استاد. دقت ده. جانم تشکر زیاد. من بعد لباسایت رو میارم. هیچ گپ نیست جانم. رحمت هجری، سلامت باش. به خانه میروم زهرا. بعدا میبینیم با تو. میلش جانم. من تو رو میبرم سنم. مرحمت. خیر. زیا باز چقدر با این خیلی گریختن‌هایت زندگی کردن میخوای؟ به خدا نمیدانم زهرا. به گپ در آوردی سمیرا؟ چی خیلی گپ زدن ها؟ او را سری وقت از دست دادی. باز او را از دست دادی؟ من از دست ندادم، وای بی عقل شوکت از دست داد. چی میگویی؟ چی احوال داری کلتکل است؟ به شرف، تو در کجایی؟ آرام شو پهلوان. با من گوش کن. در دستم یک نواری هست که تو رو آزاد. تو چی میگویی؟ چه خیل نوار بی عقل؟ روزی تولد با کردی که تارت را بریدی کو؟ لحظه که کارت را من گرفتم در نوار هست. اگر با شرطم راضی شوی نوار از تو میشود. مرا مسخره کرده ایستاده ای ها؟ با من گوش کن. پگاه شناسنامه و پولها رو با سراغی که با تو میفرستانم گرفته بیار. خیر، در آنجا میبینیم. چی شد زیا؟ اوف، باور کن نمیدانم چه گویم. من به پول احتیاج دارم. با خود می آید. چیزی رو به من گفتن میخواهد. استراحت کردنش لازم، نباید خود را مجبور کند. کی گپ میزند؟ نمیدانم. که باشد؟ آیا باز اون است چی؟ استاد؟ من میبینم استاد. بین حضرت کنعان؟ کنعانش نمیرسید. داملا هجری، صبح بخیر. صبح بخیر که کنعان. با تو یک سوال دارم داملا. پرسیده که کنعان. با درون دعوت نمیکنی؟ در اینجا پرسم. البته که کنعان. مرحمت. شما اینجا منتظر باشید، فهمیده؟ داره که کنعان. مرحمت شینید. گوشم به شما که کنم. داملا
خودت میدانی که از پشت شوکت بیشرف و کلتکلز توی من ویران شد. زنی دوست داشتم مرا ترک کرد. داملا، من هر دوی آن بیشرف ها را کشم جایز هست مگر؟ توبه استغفرالله. آخیرا که کنون جانی رو که خدا داده از گرفتنش گناهی عظیم است. داملا، آخر گفته درست، اما آنها مانع خوشبختی من شدند. از برای خدا با من یک فتوای درستش را ده. اکای کنون یکم فتوا نیست، یعنی در دین سودا نمی کنند. خب فهما، آخر نسبتی من کاری بد کردم. آخیرا که کنون برای این کار گناه سبب نمی شود. یعنی اکای کنون می دونید آخیر آدم کشی کردن این یک دوزخ می رای به خدا. خوب نباشد چی کار کنیم؟ خدا مرا ببخشد. من هم این دو بیشرف را کشته به دوزخ رفته گناهم را شسته میبرایم. چی کار کنم؟ تو هم دعا کن خدا از این گناهی من گذرد. یا الله. خیر، من میروم. آدم که میکشی برا گم شو. برا این باز دیوانه تیار شده است. دوزخ میروم میگوید گپ را بینم بی عقل. شوکت، کاری کردت را بینم کارت از سرت ماند. کنعانی دیوانه را بلای سرم کردی. استاد که کنعان رفت. رود هم چی میشود؟ از سقراط خلاص شوم اون دستگیرم میکند. از او خلاص شوم به دست کنعان میافتم. کنی ببینی باز کی دستگیرمان میکند. خیر، آن پول را عقلم بسته میبرم. نوا را از او گرفته از اون خلاص شوم. مایلش استاد. خیر هیچی، تا بازدی. خداوند نگهبان تو باشد. با سری عدنانم بالای نمی آید. همین خیلی نیست زهرا. بهار جان کمی آرام شو لطفا. از شوبه بر آمدن در آمده ایستادن گفتم کو. آخیر سومن رو رها کرده به زیارتش هم رفته نتوانستم. بالای من قهر نمی کند. هیچ گپ نه، هیچ گپ نه. عدنان مردی میفهمیدگی است. مرا گوش کن آخلف، دیگر به دستت سلاح نمیگیری، فهمیدی؟ آخیر پدر جان من نگرفتم، عدنان گرفت. بر زمین مهارت تیرپرانی که دارد باور کنید هم تو ندارد. دم تگیر ملیس، او چی میگوید؟ دروغ میگوید، مادر باور نکن. عدنان؟ عدنان جانم. یا خدایا. خورسندی نکن خانم بهار، خوبم من. چی گپ است؟ آخیر عدنان جان من بسیار ترسیدم که با تو چیزی می شود. خوبم، نمیفهمی. عدنان جان گفت این زن رو از ملیس خوش اومده است. نه آخر از کجا؟ همینش نمیرسه. رفتیم عدنان جان، رفتیم. چی خیلی میچسبده. آخیر زهرا، عدنان نسبت من بسیار خنک نظر است. خودش رو نشان داده نیست. نفهمیدی دخترم؟ من برای اون نقشه دارم که دیگر عشقش را پنهان کرده نمیتواند. تو رو غرق عشقش میکند. دیگر علاج ندارد. آخر زهرا چه خیلی نقشه داری؟ کنی بگو. عزمی جان توی رو که برپا میکنیم؟ توی؟ البته جانم، اول آدم هایی که تو را دوزیدن یافتن آزیم. میگم پدرانت ها تو را باز ندوزدن. ای عزمی جان، با ما چی از آن دوست ها؟ ما باید فکر خودمون رو کنیم. تمام جانم، من در حال آمادگی ها را میبینم. 1-2 هفته پس میتوانیم که توی بکنیم. 2 هفته پس دیر میشود. باید که در حال خانه دار شویم. البته جانم، من در حال آمادگی را میبینم. ولی میدونی چی جانم، امروز در محله بسیار یک کاری مهمی دارم. اگر اجازه دهید من رفته
کارم را اجرا کنم. تمام عزمی جان تو رفت کارهایت رو کنه تو بازدید. عدنان جان بیا جانم بیا. نقص مانید. ای پسری ناخلف، شفقت را در حال یافتن آسیم. شفقت را چیکار میکنیم پدر؟ چی کار میکنیم؟ خزینه ام را میگیرم. اگر طولین فهمد که خزینه از دست رفته است دیگر برویم نگاه نمیکند، پشت در میکند مرا. باید کاری کرده پدرم را خلاص کنم. رفتیم پدر. حالا هم منتظر است. رفتیم ابله. پولهای مرا آوردی؟ آوردم. اینا میبینی؟ نوار کجاست؟ در جزدان. فلش دیسک را نشان ده. از کجا میدونم که در این ثبت هست؟ کنی بگو از کجا میدونم؟ من از کجا میدونم که تو پلیس رو جیغ نزده ای؟ پلیس رو چرا جیغ میزنم؟ پلیس هم از پس من است دیوانه. چرا خود را با آتش پرتایم؟ خب تمام. در جوزدانم نوتبوک است. ثبت رو نشان میدم. خدایا. پلیس من رو دستگیر کردنی هستی تو ها؟ چه علاقه دارد به عقل؟ اینجا بیا. ثبت رو گرفته مرا دستگیری پلیس ها میکرد به شرف. دیگر با او باوری نیست. من باید این ثبت رو به نفری فروشم. ولی با کی؟ خدا لعنتت کند. نوار را از سمی گرفتن نتوانستم. اوف دیگر با من وا نمیخوره. خیر رفته این پولها را به زهرا دهم. گوش کن بهار، آنها اومده ایستادن. باید تو جدی باشی. عدنان برای تو دیوانه میشود. میگوی این کار میشود زهرا؟ این کار همیشه به کار میآید. پروا نکن. از ترسی تو به دیوانه مبدل شده عاشق بودنش رو اعتراف میکنه. انشالله. حالا میبینی. ملیس اکنون به این بیمانگی خاتمه بخش. کافیست آخر. چیکار کنم مادر؟ ملیس بودنم رو گویم بابای قادر مرا میکشد. ای خدا پناه دهد. مرا گوش کن. او نال رو خبر میدهیم. فهمیدی؟ او راهش رو میابد. حالت رو ببین. بهار تو را پسر گمان کرده به تو عاشق شده است. ای خدا از بالای سرمان سنگ میبرد. مادر این چی علاقه دارد؟ جسور آدمانی سقراط بهار را میدوستند. چه؟ سقراط گفتی؟ با پلیس زنگ زده؟ چه خیلی پلیس دیوانه شدی؟ تو پلیس میگوید که آنها دختر را میبرند. زود رفتیم جسور به بهار یاری ده. این زهرا دیوانه است. من چه خیلی خلاص میکنم. جسور منتظری چی هستی؟ نمیروی؟ رها کنید. عدنان نجاتم بده. 2000 یارید بدید. عدنان بیمانگی نکن. عدنان یاری بده. یاری. زودتر دختر رو نجات ده. زهرا سفسفته نگو. آنها رو نمیبینی؟ یاری. من چی کار میکنم مگنون؟ کمال سیو در کجا هست که یاری هم بدهد؟ اوی زود از اینجا روید که با خدا پلیس رو جیغ میزنم. روید از اینجا. جنگت چی خیر پلیس؟ تو پلیس میرسد که آن آدم ها ما رو میکشد. عدنان کنی ما رو نجات ده. ای زهرا بیهوده گویی رو سر کردی. دختر را رها کنید. تو کی هستی؟ مرا عدنانی جسور میگوید. کلای همت رو یک یک میکنم. کنی بینیم. عدنان بیمانگی نکن. عدنان مرا با دست این آدمای بد نگذار خواهش میکنم. شما کی هستید؟ کنی گم شوید از اینجا. دختر را با ما ده. اگر توانی آمده بگیر مرغ. من چیکار میکنم
اما یک طرف ایستا اما چی خیلی یعنی؟ دف شده روید دیگر شما را اینجا نبینم. عدنان جان مرا خلاص کردی قهرمانم. تو چیکار کرده ایستاده ای؟ اما چیکار میکردم؟ یا خدایا یک دو آدم بود باید شتا میخوردن آنها رو زدم اما دیگر هیچ چیز نیست. آخر من چه به تو تشکر گویم نمیدونم. واهیمه نکنید خانم بهار، هر کسی نباشد همین کارو میکرد. من چی ها میگویم دیگر مرا تنها نگذار، خواهش میکنم میلش تو همیشه در برام باش قهرمانم. توبه کردم این زن دیوانه رو بینه. خانم بهار راحتم گذارید. چقدر دختری چسبک بوده ای؟ بیا رفتیم عدنان رفتیم. میلیس اون آدم ها رو چه زدی ها؟ چی هست مادر؟ زدم اخیر. یک لحظه در حقیقت وی آدم ها رو چخیل زدم ها؟ وای آنها باز با من بازی کردند. همه این کارها رو زهرو میکند. با فکرش مرا به این شیطانچه بهار توغری کردنی هست. تو رو نشان میدهم زهرو. رفتیم عدنان رفتیم بیا رفتیم عدنان جان کنی رفتیم بیا به خانه میرویم به هر طرف نگاه نکن رفتیم. آخر گفتی از درس اونی که به من چیزی شود گفته دیوانه میشود. از من خوشش آمدنش رو میگوید زهرو. جانی من انتیبیوتیک هم مهلت دارد کمی صبر کن. من در کجا خطا کردم؟ فهمیدم در فیلم ها برای دختر رو به خود عاشق کردنشون مردها آدم ها رو میزنند. بهار به این هم به عدنان عاشق است. اگر عدنان جسور رو کسی میدوزید و بهار او رو خلاص میکرد درست در میشد. نه آخر باز هم کارم نشد. اما من باز هم عاشق تر شدم. دیدی جانم بازی اما بیهوده نبوده است. عشق خوب است درد میکشی اما تو رو پخته میکند. آخر زهرو بابای قادر سلام گفت اینها را با شما فرستاد. این گردمان رو در جوانش میگذارید. از عهده کار برآمدید. باقی مانده پول را میگیرید. کار رو قبول کردیم اما چقدر سنم رو از هجری جدا میکنیم. من یک نقشه خوبی دارم. سمی باز گریخت. میلش جانم در باغچه منتظر تو هستم. انا همین خیلی زهرو ها برای از بهار خلاص شدن مرا استفاده میبری. تو حاضر میبینی که کی را بازی میداراند. عدنان جان چی کار کردی؟ بهار در کجاست؟ بیچاره را تنها نمیگذاشتی خوب میشد. نزدم چون این دختری زیبا باشد بهار را چی کار میکنم من؟ وای چی خیلی؟ تو در دلت نفری دیگر هستی؟ یگان دختری دیگر را دوست میداری مگر؟ تو هستی زیبا یکم. اوه اینجا چی گفت است؟ او را بینا زهرا بوسه گرفته ایستاده است. وای من نفهمیدم. تو مرا دوست میداری؟ تو بر این زیبا رو چی خیلی دوست ندارند؟ دوست میدارم آخر دوست میدارم. اما عدنان جان تو مرا باید بهار را دوست داری عدنان جان. دل به فرمان گوش نمیدهد زهرا یکم. لایق تو را ندارد اما قناعت کن زیبا یکم. چی؟
آخر تو از همه گلهایی که میدانم و دیدم زیباتر هستی جیگرم. اونجا چی گپ است؟ باورم نمیآید. او گفته بود که برای من توغری میکند عدنان رو. معلوم است که دل خودش میکشیده است. اما من دوست داشته دارم این رو میدانی کو. ای من از برای خدا وای کلتکل است را ما وای قانون گریز را همیشه بهترش پیدا می شود. من کار میکنم که تو را فراموش میکنی. جسور هستی که هستی باز با تو سر و کار گیریم ها؟ چی کار میکنی؟ بین حاضر میآید به تو نشان میدیم. کنی اینجا بیا. آقا تو خطا فهمیدی. پلیس یاری دید. پلیس. میدونی من تو رو چی کار میکنم؟ میکشم لاین میکشم. یا رها کن او را میکشی آخر. به این هم او را کشتنی هستم. تو چی خیل از زهرا بوسه گرفتی ها؟ آقا خاموش. آزیر تو را جسور هستی مسئول هستی نمیدانم اما از راستی من تو را اینجا میکشم. آقا همشهر همش را به تو میفهمونم. پلیس اینجا چی گپ است؟ او را رها کن. او را میکشی آخر. روت اینجا کم شو. تو که هستی باز؟ یاری دید. اوفه از پدرم خلاص شدم وگرنه تو شب شفقت را میکفتم. چی گپ است اونجا؟ اوه کلتکل است. تو چی خیل جرأت کرده گریبان میلیس رو میکشی؟ من این خیل آدم رو زیر زمین گور کرده بالایش خاک میپاشم. جسور هستی مسئول هستی نمیدانم چی کارت کنم. همش رو میفهمونم. پلیس یاری دید. تو کی هستی که با دوست داشتم دست دراز میکنی ها؟ و یعنی رفیقی دوستم رو چرا دست دراز میکنی؟ چی میگویی ها؟ رفیقی تو دوستت دوست داشته مرا گپ داده بوسه کرده ایستاده بود. این چی میگوید جسور؟ گپ دیم هم چی میشود؟ بوسه گیر هم راضی بوسه ده هم راضی. همین خیلی زهرا جان. این چی میگوید زهرا؟ زیا او چی میگوید؟ گپ را دراز نکن زهرا. چی پرسیدم خوب فهمیدی؟ دختر رو بسیار نپرس برادر. هر دختری که با عدنانی جسور شناس میشود از گپ میموند. لعنتی من حاضر تو را. یک لحظه آرام شو برادر آرام شو. چی خیل آرام شوم من؟ چی خیل آرام شوم؟ یا خدایا این دختر چیکار کردن میخواهد؟ عدنان برادر دختری که دوست داشته دارد گپ دادم به تو میزیبد مگر؟ چه خیل گپ دادم. دختر که دمش رو نجنباند پسرها دنبالش نمیگردند. ما هم مرد هستیم آخر. بابا بس از خاتمه بده بازی هایت را. زهرا او چی میگوید؟ زیا او چی میگوید؟ دوم گفت؟ چی خیل دوم؟ نمیدونم. تو کی ندانی من از کجا میدونم؟ انیق است که درباره دومی من نمیگوید درباره دومی تو میگوید. من دوم دارم زیا؟ نه. مگر تو دوم داری زیا؟ نه. این خیر باشد چرا میگویی که درباره دومی من یا درباره دومی تو میگوید زیا؟ من نگفتم او گفت. چی گفتو؟ دومش رو میجنباند گفت. آخر او دروغ میگوید. تو کی باشی چشم من غیر تو کسی دیگر رو میبیند مگر؟ من دروغ نمیگویم. تا شما نشود برگی درخت نمیجنبد. اوهو گله که در گوشت موندم تو حال در آنجاست. اکنون نیست. آخر زهرا تو چقدر زنی پستی بد اخلاق بوده ای. در اینجا دوست داشتت است. باز چقدر رویت میشود که دوست داشته مرا برای خودت توغری میکنی. چی؟ زهرا رو در حقیقت از میلیس خوش آمده باشد. آقا اینجا چی گپ است؟ بهار تو چی ها گفته ایستاده ای؟ گپ های گفتت رو گوشی خودت میشنود در جبا؟ گپ نزن زهرا. تو از اول باید عدنان رو برای من توغری میکردی ولی میبینم که دل خودت به عدنان میکشیده است. به خدا کار بسیار جزیر شد. از حد گذراندم چی؟ اما هیچ گپ نی. زهرا به این ارزنده است. حالا بسیار منتظر میشوی. من عدنان رو به تو نمیدهم. آخر نده. من او رو نمیگیرم. چی کار میکنم او رو؟ هر دویش رو از دوست داشتم خوش آمده است. چی گپ است اینجا؟ کیست این جسور؟ این کاری شوخی نداره. زهرا رو از دستم میگیرن. من دوست داشتم را به کسی نمیدیم. زهرا اینجا خفناک شده ایستاده است. تو با من بیا گپ است. منو گوش کن. از زهرا دوریست وگرنه کارم را میکنم. رفتم عزیزم. عشقم. کنی تو هم اینجا بیا جسور.
های کمال برادر چیکار میکنی؟ بیا با تو گپ هست. خوب بیا گپ میزنیم. تو هم از عدنان دور باش. یا خدای این کی هست؟ دیوانه است چی است؟ شما چرا آمده ده؟ من خودم تنها میپختم خوراک ها را. دخترم گفته بیاریدیم. چه خیلی خوب شد که دیگر خسته نمیشوی. پیش از مسجد آمدن هجری میروید شما؟ مالش حاضر میرویم. من خانه رو به ترتیب درارم. مالش. دخترم نما کردن رو فراموش نکن. خوب که با یادم آوردی خالای گلسون جان. دخترم هجری کی می آید؟ بعد امر معروف نماز را خوانده زود می آید. ای تلفنم زنگ می زند. کمتر تیزی ایلوه کنم من. ایلوه کن دخترم ایلوه کن ولی بسیار ایلوه نکن باز دهان هجری نسوزد. خالای گلسون جان برای هجری شیر برنج هم میپزم. بین برنج رو به دستان خودم تازه کردم. بیپس دخترم بیپس. هجری شیر برنج را بسیار دوست می‌دارد. زهرا کیست این آدم؟ او را از این خانه پیش کن. رود. زیا او مهمون ینگه تولینم است. من چخیل او را پیش کنم؟ آخر چی میدانم چهرش را بین شرم نمی کند. پیشش کن. نمیفاردم. نباشد تو هم بهار را پیش کن. من هم او را دوست میدارم. آخر او را باید پیش میکردی که چی شد؟ باز نسبتی بهارش میکنی. نکن از برای خدا. نمیبینی آن دختر با این جسور است که است عاشق است. چی شد؟ ادنا را دوست میدارد گفته رشکت آمد. روی دیگر شد. با سر نکن زهرا لطفا. سر کردنم را که نخواهی این کارو تمام کن زیو. چی رو تمام کنم زهرا؟ باید به من میگفتی که او مادری تو نیست و او را پیش میکردی کو. چی شد؟ حالا هم از فکر دور نکردی بهارو؟ توبه توبه. من نمیفهمم زیو. همه خانه دار شدن. تنها ما نشدیم. دامولای دیوانه خانه دار شد. کرانی دیوانه خانه دار شد. همه خانه دار شدن. ما نمیتوانیم. چرا؟ مگر نمیدونی چی بلا به سرمان آمده؟ نکن از برای خود. من نمیدونم زیو. تا اون زن رو پیش نکنی دیگر در چشمانم ننما. آخر زهرا. مادر جان. دخترم چه خیل هستی؟ خوبم. چرا دیگر به خانه نمی آید؟ انا آمدم کو.
چی شد شوکت؟ گوش کن عدنان برادر، این کار این خیلی نمیشود. اکنون با این کار خاتمه بخشیدن لازم. کدام کار رو خاتمه بخشیدن لازم برادر؟ فهمو تو رو رشک برد وقتی که دخترها از پسی من شدن. قهرت آمدم برادر. خیر پروا نکن، بهار رو با تو تغری میکنیم. این دختر چی میگوید؟ خودش رو در این نقش خوب جوی کرده است. حالا کار از کار نگذشته است. عجب و میلیس بودنش رو بگویم. گوش کن عدنان برادر. عدنان جان یک لحظه اینجا بیا. لطفاً بیا جان. آمدم اما. زود باش جانی اما. باز گفتن نتوانستم. حالا هم از این شوکت خبری نیست مگر؟ نه دوستم نیست. زمین کفید و با قعر زمین در آمده رفتنده. نه از کالتاکیلاس نه از شوکت لعین، از هر دو این ابله ماچخر خبری نیست. اما تو پروا نکن، من آنها را در جایی که یابم میکشم، با پشت خر بسته در کوچه های شهر میگردانم. مرا گوش کنید، از بانو خبری هست؟ خوشبختانه یگام خبری نیست. می ترسم که بانو به خارجه گریخته رفته است. شوکت تو قطار مرده ها هستی. تو جسم بیجان هستی. تو را هر کجایی که یابم میکشم لعنتی. یا قهار یا جبار، این بنده ملعون از شوکت را اصلاح کن. چیزهایی که از من دزدیده بود بازپس به من ده. یا ربم آمین آمین. مرا گوش کنید، رفته آماده شوید. امروز امر معروف هجری هست، دیر نمانیم. بعداً نزد خداوند بزرگ دعا کنیم که بنده های شوکت و کالتاکیلاس را برای اصلاح کردن به ما یک فرصت دهد. رفتیم. یا خدایا، این شوکت چرا مرا به اینجا دعوت کرده است؟ کنیست؟ با کجا؟ با نزدیکی آمدی؟ نزد شوکت آمدم. نزد سردار؟ شوکت سردار شماست؟ تو همینجا منتظر باش. نامت چیست؟ زیا بگو. زیا. این ماشین از شوکت باشد. آقا زیا گفتنی آدم تو رو دیدن میخواهد. بروتاش درست بینیش قرنه هفت شمخلیه؟ بله اکا. همون بود رویه. یا خدا، این شوکت چی کار کرده ایستاده باشد؟ میتوانی دروی. رحمت. اول تو رو یک جستجو کنیم. مرحمت. چه احوال است؟ ها؟ اوه، تو هم زیا نیستی؟ زیا گفتی؟ زیا یکم پرابلم داشته باشی بگو حالش کنیم، نداشته باشی برو ذرای برون پور. شوکت مرا عصبی نکن، به خدا این موی سری شانه کردت را میچینم. از پشتی تو شده کنعانی دیوانه است، پس من از در کجایی که یابد میکشد مرا. تو باشی خودت را مافیا گرفته ایستاده ای. برام پروای کنان دیوانه را نکن. این روز جنازش هم میخونیم. تو اینجا نشسته استراحت کن برادر. بچه ها در خدمت تو هستن. میدانی به کدام خاطر تو یک وقتا خدمت کرده بودی. امروز باشه ما خدمت میکنیم. ایده شاورماش بره بچه ها.
این را بینه پول یافته از خود رفته است. واهیمه‌اش را بینه. اکا شاورمای سیر قلمفور میخواهی؟ چی؟ شاورمای تیز میخواهی؟ من شاورما را دوست نمیدارم. کن اینجا بیا. من شاورما نمیخورم. رفته برای من از آنجا برچه یا بغزالچه تندوری گرفته بیار. میریم کانون هم کم تیز می салом, ман ҷонибек муродов ҳастам. таронаҳои маро дар мавҷи 94.4 FM бишнавед. радиои ҳамсадо, ҳамсадои дили шумо. акнун радиои ҳамсадо дар кулли ҷаҳон. дар Play Market ва App Store ҳамсадо FM. ҳамсадо моро ҷаҳон мешунавад. меҳрнигор рустам ҳастам. сурудҳои маро метавонед дар радиои ҳамсадо дар мавҷи 94.4 бишнавед. радиои ҳамсадо, ҳамсадои дили шумо. акнун радиои ҳамсадо дар кулли ҷаҳон. дар Play Market ва App Store ҳамсадо FM. ҳамсадо моро ҷаҳон мешунавад.